من قال في مؤمن ما ليس فيه اسکنه الله في ردغة الخبال حتی یخرج مما قال. اگر کسی در مورد مؤمن حرفی بزند که در مؤمن نیست، الله عز و جل روز قیامت وی رو زندانی میکنه. کجا؟ اون جایی که خونابه های دوزخیان است، اون آبها و خونابه هایی که از دوزخیان خارج شده جمع شده، وی رو در اونجا محبوس میکند تا بتونه دلیلی بیاره بر حرفش که گفته است. دلیل دارید؟ مدرک دارید که دنبال دیگران گفتید فلانی دزد، زناکار، مشروب خوره، فلان، بی‌نماز، هر چی گفتید؟ دلیل دارید؟ شاهد دارید؟ گواه دارید؟ به همین جهت اینو بدونیم گهگاهی افراد نسبت بلخص به تهمت زنا نسبت به دیگران بی‌دقتی میکنن. در دینمون هم در دنیا و هم در آخرت مجازات داره. شاید مردم ندونن، شاید طرفی که بهش تهمت وارد شده نمیدونه که چه مجازاتی بایستی به اون تهمت زننده وارد بشه. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون. ببینید در مورد کسانی که تهمت زنا میزنن به انسانهایی که متهم نیستن، پاکن، اینو بدونید اگر 4 گواه بر حرف خودت نیارید، حتی اگر یه نفر به چشم خودش ببینه که 2 نفر مرتکب زنا میشون، به چشم خودش ببینه عمل زنا، بعد بیاد بگه در کوچه و بازار که فلانی و فلانی با هم زنا میکردن، در ظاهر و در دنیا شرع از او میخواد که خود او به عنوان یک شاهد 3 شاهد دیگه بیاره. اگر 3 تا شاهد دیگه نیاره که 4 نفر نشن، 80 ضرب شلاق به او زده میشود و گواهی او قابل قبول نیست، فاسق است. پس چه باید کرد؟ باید نصیحت کرد، باید پوشاند. من یه داستانی وقتتون نگیرم، داستان بسیار زیباست، هم در بخاری گوشه های اون اومده، هم در صحیح مسلم، نه در صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگر سنن ابو داود و سنن ترمذی روایت رو نقل کردن. خلاصه این داستان اونقدر میتونه زیبا باشه، درسی به همه ماها بده. ولی دقت بکنید عزیزان به این داستان به این صورته. یکی از شخصیت ها به نام ماعز بن مالک رضی الله تعالی عنه، داستان ماعز است، مرتکب زنا می شود. انسانه، قدمش می لرزه، مرتکب زنا می شود. ماعز با حزال، یه شخصیتی بود، دوستش بود، مشورت کرد به حزال، گفت که ای حزال، مرتکب زنا شده ماعز، چه بکنم؟ حزال بهش گفت برو پیش پیغمبر علیه السلام، بهش خبر بده، بگو زنا کردم. حالا ببینید ماعز میاد به زبان خودش میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم طهرنی، منو پاک بکن. پیغمبر علیه السلام روشو بر میگردونه بهش میگه ویحک ارجع فاستغفر الله و توب الیه. ببینید میگه منو پاک بکن. اگر ما بودیم از زبان یک نفر به صورت اشتباهی چیزی بیرون رفت، 1 کلاغ 40 کلاغ میکنیم، کاه رو با کوه میکنیم. پیغمبر علیه السلام سرور غیرتمندان بود. اگر بحث غیرته، اگر بحث ایمانه، اگر بحث پاک دامنی است، کسی به پاکی پیغمبر پیدا میکنید علیه السلام، کسی با اون غیرت و غیرتمندی پیغمبر پیدا میکنید علیه السلام. چرا مچ ماعز رو نگرفت؟ ماعز میگه منو پاک بکن، روشو بر میگردونه میگه برو برگرد، توبه بکن، استغفار بکن. بعد از چند لحظه دوباره ماعز برمیگرده، بار دوم همونطور باهاش برخورد میکنه، بار سوم میاد، بار 4م میاد. ماعز
تکرار میکنه، اصرار می‌ورزه که منو پاک بکن. پیغمبر میفرمایند علیه السلام فیما اطهرک، در چه موردی تو رو پاک بکنم؟ حتی این 3 مرتبه ازش سوالم نکرد که چه کردید، فرمود که برو، نمیخوام بدونم که چه کردید و چه نکردید. وقتی اصرار میکنه ماعز دست بردار نیست که منو پاک بکن، پیغمبر علیه السلام سوال میکنه در مورد چه چیزی میخوای، چه کردید که منو تو رو پاک بکنم؟ میگه از زنا صورت گرفته. بازم پیغمبر علیه السلام نمیاد دنیا رو به هم بریزه، مردم رو جمع بکنه، ای مردم جمع بشوید ماعز زنا کرده، خودش اعتراف میکند نخیر. میدونید به معاذ چه میگه؟ لعلک قبلت او غمزت او نظر. ببینید این رحمتا للعالمین بود، این الگوی ماست، نه اون چیزی که ما امروزه در جوامع ما در بیان ما داره صورت میگیره. پیغمبر علیه السلام به کسی که خود اعتراف میکنه میگه من زنا کردم، میگه شاید بوسیدید، دستی کشیدید، نگاه کردید، زنا نکردید. ای ماعز میدونید زنا چیه؟ میگه بله میدونم زنا چیه. بعد سوال میکنه ماعز دیوونه نیست؟ میگن دیوونه نیست. میگن ماعز مست نکرده؟ میگن ماعز مست نکرده. داره این همه اعتراف میکنه، داد میزنه که زنا کرده، اما پیغمبر علیه السلام میخواد که آبروش حفظ بشه، مردم ندونن. حتی بعد از این که حد الهی رو اجرا میکنه رو ماعز، میدونید به حزال چه میگه؟ حزالی که اومده بود توصیه کرده بود به ماعز که برو پیش پیغمبر علیه السلام، فرمودن پیغمبر علیه السلام به حزال، در حالی که حزال آبروی ماعز رو نبرده بود، فقط بهش مشورت داده بود که برو پیش پیغمبر. عرض کرد رسول الله علیه السلام به حزال اما سترته بثوبک فکان خیرا لک، آیا اونو ستر نکردید؟ چرا سترش نکردید؟ چرا بهش نگفتید که فقط بره توبه بکنه، حتی پیش من پیغمبر نیاد، تا الله عز و جل در نتیجه توبه و استغفار مغفرتش میکرد، آبروش هم نمیرفت، ما هم حد اجرا نمیکردیم. این برای تو حزالم بهتر بود. چگونه من مؤمن به خودم اجازه بدهم چیزی که ندیدم، چیزی که حدس و گمان است، چیزی که شنیدیم، چیزی که تو واتساپ یه وقتی میخونید، آیا اینها به عنوان دلائل و شواهدن که الا بالله به گردن کسانی که فرستادن؟ ما در روز قیامت هم مسئولیم. اگر به 1 نفر و 10 نفر 100 نفر فرستاده بشه اون کلیپی که در مورد یک مسلمان گفته شده، آبروی یک مسلمان ریخته شده، گناه 100 نفر در پرونده یک انسان ممکنه ثبت بشه در روز قیامت به عنوان آبروریزی و به عنوان پرده‌دری و اسرار مردم رو برباد دادن. چرا این گونه شدیم؟ گهگاهی، این دیگه آخرین نکته هست عزیزان، گهگاهی افرادی هستن شب و روز کارشون، زندگیشون، برنامهشون فقط اینه که دنبال مردمن. فلانی کجا رفت، فلانی چه کرد، فلانی با فلانی ارتباط داره، نمیدونم نقشه داره، تو این مجلس تو اون مجلس، با حد، با زن، با گمان، با تجسس، با کمین گرفتن. آیا وظیفه یک مؤمن اینه؟ آیا الله عز و جل از ما خواسته که ما اعمال و اسرار مردم زیر نظر بگیریم؟ فرشتگان هستن به عنوان کرام الکاتبین و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. به فکر خودمون باشیم که 2 فرشته همراهمونه. روز قیامت الله عز و جل در پیشگاه خودش و در میدان محشر از اعمال این و اون سوال نمی کنه. از من و تو وقتی سوال میکنه از اعمالمون، از جوونیمون سوال میکنه، از عمرمون سوال میکند، از مال و ثروتی که به دست آورده این سوال میکند، از نمازی که خونده ایم، از روزه‌ای که گرفته ایم، از زکات مالی که داده ایم، از حجی که رفته ایم سوال میشود، از نعمتهای گوناگون، از سلامتی، از تندرستی، از علممون، از دانشمون، از گفتارمون، از زبانمون، از قلبمون، از اینها سوال می شود. اگر ما به جای این که این همه دنبال معایب دیگران باشیم، دنبال اسرار دیگران باشیم، به خودمون، به قلبمون، به اسرارمون نگاه بکنیم و یک لحظه خودمون رو در پیشگاه رب العالمین در روز محشر قرار بدهیم، آیا میتونیم با این همه گناه، با این همه معصیت در پیش
پیشگاه رب العالمین سر رو بالا بیاریم و در پل صراط نوری برای گذر داشته باشیم که وارد جنات الله عز و جل بشیم. وقتی الله عز و جل وصف مؤمنین میکند میفرمایند والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. مؤمنین کسانی اند که هر اونچه الله عز و جل به اونها داده از مال و ثروت، سلامتی، تندرستی، علم، دانش، جوانی، قدرت، امکانات، هر چی بهشون داده برای رضایت الله میدهن، صرف میکنن، اما باز هم قرار و آرام ندارن، ترس دارن که چرا؟ چون در روز قیامت به سوی الله برمیگردن، نمیدونن این اعمالی که انجام دادن الله عز و جل قبول کرده یا قبول نکرده. چگونه ما دنبال مردمیم وقتی این آیه کریمه ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها میشنون، رو میکنن به پیغمبر علیه السلام که یا رسول الله علیه السلام، اینهایی که این همه ترس دارن، اهل گناهن، زنا کرده‌اند، مشروب خورده‌اند، دزدی کرده‌اند. پیغمبر میفرمایند علیه السلام خیر، اهل زنا نبودن، دزدی نکردن، مشروب نخوردن، نماز خوندن، اهل روزه بودن، اهل زکات و صدقه بودن، ولی ترسشون اینه که مبادا نمازمون و روزمون و صدقاتمون در درگاه و پیشگاه الله عز و جل قبول نشه. چگونه ما دنبال عیوب مردمیم؟ همونی که ممکنه آبروشو میبریم، پشت سرشو حرف میزنیم، ولی از اولیای خداست. مگر در دل شب چه میدونه جز الله که در پیشگاه رب العالمین چه کسانی سر به سجده گذاشتن و چه کسانی در اون خلوت گناه و معصیت میکنن یا در خواب غفلتن جز الله عز و جل. عزیزان، به فکر خودمون باشیم. چه کار به مردم داریم؟ حقی که یک مسلمان بر ما داره نصیحته. اگر میتونیم نصیحتش بکنیم، نمیتونیم آبرو نبریم. عزیز، به فکر اعمال خودمون، به فکر قلب خودمون، به فکر اسرار خودمون باشی، به فکر خلوتها و شبهای خودمون باشی. امیدواریم که الله عز و جل به هممون توفیق بده که بتونیم اونگونه که شایسته هست در محضر ربوبیت الله زندگی بکنیم، عمل بکنیم، حرف بزنیم و راه برویم. همه عزیزان رو به الله عز و جل می سپارم و برای یکایک شما آرزوی سربلندی و موفقیت دارم. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی و لوالدیکم واستغفروه انه هو الغفور الرحیم. جواد کریم برحمته و هو ارحم